قبل از شروع به پاسخ به فرمایشات جناب آقای سناتور جلالی نایینی از ابراز محبت و معرفی که از بنده در این مکان محترم فرمودند واقعا سپاسگزارم و با سوابق و آشنایی های هم که ما داشتیم جز این انتظار نمی رفت. یک جایی ولتر میگوید اگر خدا نمی بود بایستی که او را خلقت می کردیم. حالا اگر اقلیت هم در یک پارلمان نباشه باید اقلیت تراشید اصلا، و یک مجلسی که اقلیت و مخالف با دولت نداشته باشه ایجاد سوء ظن میکنه در یک مملکتی که واقعا خیال میکنه به صورت دموکراتیک اداره میشه. مطالبی که ایشون فرمودند بیشتر مربوط به دولت‌های سابق بود و وضعی که پیش آمده و به بنبستی که کشور و دولت ایران رسیده مربوط و منوط مطلقا به یک دولتی که از عمرش یک هفته میگذره نمیتوانه باشه. اون چرا که من میتوانم عرض بکنم بیاناتی که دیروز در مجلس شورای ملی و امروز از طرف ایشان شنیدم همون مطالبی بود که 25 سال تمام خودم بیان کرده بودم. ما حتی در 18 ماه پیش نامه‌ای به حضور اعلیحضرت به امضای 3 نفر فرستادیم و خواستار اجرای قانون اساسی شدیم. من در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق همان عقاید را داشتم که اکنون دارم و عمل من در مدت 25 سال مؤید روشی است و معتقداتی است که همیشه داشته و اگر عمری باشد من بعد خواهم داشت. این اصول در عین حالی که بسیار ساده هستند لازم برای ثبات و بقای مملکت و ترقی جامعه ایرانی هم نیز هستند. من در شرایطی قبول مسئولیت کردم که همونطوری که عموم آقایان محترم می‌دانید از هر حیث مملکت چه از نظر اقتصادی چه سیاسی چه اجتماعی به بنبست رسیده و اگر چنین شرایطی نبود من اطمینان کامل دارم که مرا به سمت نخست وزیری نمی‌گماردند. ولی چه باید کرد؟ جنت مکانی و فرار از مسئولیت و گفتنه که من در این مدت گناهی نکردم به من ارتباط نداره، این علامت ایرانی نبودنه به نظر من. هر فردی که در این مملکت تولد شده نشو و نما کرده و از مواهب این مملکت برخوردار بوده در مقابل جامعه و ملت وظایفی داره که در هر شرطی که باشه باید قبول اون مسئولیت هایی که به عهده‌اش هست بکنیم. روی این بود و نه برای شهامت یا شجاعتی که بنده کمتر یا بیشتر از دیگران دارم که قبول این مسئولیت را نمودم. مسئله دموکراسی، مسئله سیاست خارجی و سایر مسائل همونطوری که جناب آقای سناتور نایینی فرمودند بنده با تمام قوا تأیید میکنم اون چرا که در برنامه دولت بوده و شروع این برنامه را هم از 7 روز پیش تا کنون نمودم. اولین عمل دموکراتیک بنده تقاضای رأی تمایل بود و یکی از شروط قبول مسئولیت بود تا آرام آرام به مردم این مملکت ثابت بشه که نمایندگان آن مملکت پارلمان و مملکت باید در تعیین نخست وزیر حتی اظهار رأی تمایل حق مسلم و قاطع داشته باشند. اگر احزابی با اکثریت قاطع در پارلمان بود البته مسئله مطرح نمیشد و به خودی خود نماینده حزب اکثریت رئیس حزب اکثریت نماینده
کاندید نخست وزیری می بود. ولی در شرایط کنونی جز این راه که تا از زمان مرحوم دکتر مصدق تا کنون به هیچ وجه اجرا نشده بود، بنده پیش قدم شدم و امیدوارم که این روش باز هم ادامه پیدا بکنه. راجع به مسائلی که و مصائبی که در این 25 سال گذشته، بنده که میکنم کمتر آدمی اندازه من با آنها واقف باشه. خیلی از آقایون شاهد و ناظر بودید، ولی من در داخل گود بودم. این نخست وزیری که امروز در مقابل شماست، این را باید بدانید که در 11 ماه قبل در یک توطئه حزب رستاخیز و با یک باند از افراد معلوم الحال در یکی از باغ‌های نزدیک کرج، وقتی که ما عید قربان را جشن می‌گرفتیم و یکی از وعاظ همین آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم را میگفت، به سر ما ریختند و آقای مهندس حسیبی و آقای فروهر و دست خود بنده را شکستند که هنوز این دست به حالت اول برنگشت. این را کی کرد؟ این را کیان کردند؟ بایستی از این مسائل صرف نظر کرد وقتی موجودیت مملکت، وحدت مملکت و استقلال مملکت در میان است. راجع به مراجع تقلید، بنده همیشه همونطوری که جناب آقای ناینی فرمودند از یک فامیل بسیار متعصب مذهبی هستم. با وجودی که تحصیلاتم اغلب در اروپا بوده، ولی پیوند خانوادگی که داشتم و آشنایی که با آیات اعظام داشت پدرم و خودم و فامیلم، اکنون میتوانم به ذرس قاطع عرض کنم و بیشتر از این هم نخواهید از من امروز که با اکثر آیات اعظام در ارتباط هستم و نظر این آیات نسبت به شخص من و نسبت به روشی حتی که انتخاب کردم اگر خیلی مساعد نباشه، از همه آنهایی که تا کنون بودن مساعد بود. و من میتوانم برای روشن شدن ذهن آقایون عرض کنم که حضرت آیت الله عظمی خمینی با فامیل من نزدیکی و آشنایی داره و بنده با ارتباط با ایشون هستم. روشی که ایشون انتخاب کردند و مخالفت هایی که میکنند مربوط به من و به شخص من نیست، یک مسئله است خارج از بحث. در هر صورت این حکومت های فاسد و متجاوز را من معرفی کردم، ولی برگشت به گذشته و دائما گفتن این که 25 سال غارت کردند، چپاول کردند، تجاوز به حقوق کردند، هیچ فایده جز یک تذکر نداره. اون که افرادی که این کار را کردند باید مجازات بشوند تا درس عبرت برای زمامداران آینده بشود. راجع به زندانیان سیاسی بیانات سناتور ناینی قبل از اینکه ایشان این موضوع را بیان کنند در برنامه دولت و حتی در سخنرانی قبل از مقام نخست وزیری بنده در پی این کار بودم. خودم زندانی سیاسی بودم، سالیان دراز در زندان بودم. ایشون فرمودن بعضی از استادان دانشگاه را بازنشسته کردن. من به سن 37 یا 38 سالگی بازنشسته شدم بدون حقوق البته و با محکومیت البته. پس خودم درد این افراد و این اشخاص را کاملا میدانم. زندانیان سیاسی ما از 150 نفر یا 140 نفر تجاوز نمی کنند. ولی همانطوری که عرض کردم ما بین زندانی سیاسی و قاتل باید فرق گذاشت. اون مردی که روی عقیده هم با اره دست و پای یک نفر را با کمال خونسردی قطع میکنه، این زندانی سیاسی نیست. مهندس بازرگان زندانی سیاسی بود ولی او نیست. بایستی این موضوع روشن بشه که هر کس هر چه دلش خواست و کرد و بعد به عنوان آزادی خواه خودش معرفی کرد، این آدم را نمیشه زندانی سیاسی گفت. راجع به استقلال دانشگاه ها
گمان میکنم که با رؤسای دانشگاه هایی که من جمله با جناب آقای دکتر شیبانی مذاکراتی که من کردم منجر به افتتاح دانشگاه شد. ما دانشگاه را آزاد خواهیم کرد، ولی مثل همیشه با صراحت و صداقت. باید عرض کنم که استقلال دانشگاه قطعی خواهد بود. نهایت یک موضوع است که دانشگاه بایستی که حرمت وحدت ملت ایران را هم در نظر بگیره. اگر بنا باشه که در دانشگاهی که آزادانه، البته باید استاد و شاگرد دیالوگ داشته باشند، گفت و شنود داشته باشند، اگر در چنین دانشگاهی به تمام رؤسای دانشگاه که خود دانشگاهیان و کادر آموزشی انتخاب رؤسای آنها را خواهد کرد، اگر در چنین دانشگاهی پرچم سرخ من دیدم یا پرچم غیر پرچم سرنگ دیدم یا شعاری راجع به تجزیه مملکت دیدم، امکان نداره تحمل چنین دانشگاهی را بکنم. مسلم و مسجل افرادی در این زمان، در این دوران 25 سال زجرها کشیدند، زندانها رفتند، شکنجه ها دیدند که گاهی شرم‌آور دلیل اینها خواندن فلان کتاب، حالا اون کتاب باشه مال دکتر شریعتی رحمت الله علیه یا کتابی باشه کارل، هیچ کدام از اینها به نظر من نبایستی که موجب به زندان انداختن فردی باشه و چه رسه به شکنجه. این کارها در این مملکت شده و من قول به شما میدهم که دیگر تا زمانی که من مسئول هستم نخواهد شد. راجع به سیاست خارجی، سیاست استقلال، اون چرا که در برنامه جبهه ملی بود و اون چرا که مرحوم دکتر مصدق همیشه عمل میکرد، یعنی سیاست موازنه منفی، حداقل دادن به این دولت خارجی برای اون که آن یکی هم حداقل بخواهد، پیروی خواهم کرد. ولی باید بدانیم که ما در یک دنیای زندگی میکنیم که مفهوم استقلال به مفهوم قرن 19 نیست. منافعی هست، مصالحی هست، حسابهای بین المللی هست که انسان نسبت به همه اینا باید آگاه باشه. از این که ما سر در برف ببریم و بگوییم مثل کپ که سر در برف برده و بگوییم یا تصور بکنیم که ما استقلال داریم و دور ما دیوار چینه و هر چی که ما میخواهیم بدون توجه به دنیای خارج، این به نظر من کودکانه است. ما بایستی واقعیات را همون طوری که در برنامه دولت شد بسنجیم و منافع خودمون را در صدر اون چرا که میکنیم همیشه در مد نظر داشته باشیم. ولی دیگران هم منافعی دارند. دیگران هم چه در کشور ما و چه در کشورهای خارجی به قدر این مسائل به هم پیچیده است که بایستی با یک دقت کامل هر تصمیمی را گرفت. راجع به اسرائیل، من تا زمانی که اسرائیل با برادران مسلمان ما کنار نیاید، نه اینکه یک قطره نفت نخواهم داد، نه اینکه یک نفر قنصل یا سفیر نخواهم فرستاد. امکان نداره که روی خوش به دولت اسرائیل یا هر دولت متجاوزی بدم. راجع به افریقای جنوبی به همین طریق خواهد بود و از آقای وزیر امور خارجه خواهش خواهم کرد که مسئله مذاکره با نهضت فلسطین، البته آن قسمت از آن نهضت که به استقلال و آزادی ما لطمه نزند و نیاید در اینجا یک قانون فساد علاوه بر قانونهایی که متاسفانه در این مملکت ایجاد شده اضافه کند، با کمال میل من حاضر مطالعه این موضوع هستم، چون 80 دولت خارجی سازمان آزادی بخش فلسطین را، البته اون جناح‌های غیر تندرو را به رسمیت شناختند. برنامه هایی که این دولت تقدیم آقایون محترم کرده در جهت خواسته های مردم مجازات افرادی که تجاوز به حقوق ملت را کردند مسرراً میخواهد و من از جناب آقایان سناتورها
و خانم‌های سناتور تقاضا میکنم که از رفتن به خارج تا تقدیم 2 لایحه، یکی مربوط به مجازات مجرمین و یکی به انحلال ساواک و جانشینی او به اداره اطلاعات کشور، ترتیب بدهند که ما اکثریت را در تهران داشته باشیم. و از این جهت است که بعضی اوقات با تلفن بنده این خواهش را کردم که آقایون از ایران خارج نشوند تا در ظرف 2 هفته آینده این 2 لایحه را بنده تقدیم کرده باشم. مسئله دیگری که جناب سناتور ناینی بیان فرمودند مربوط بود به ارتش. همونطوری که خود ایشان هم تایید کردند، یه عده از افراد این مملکت با مزایای کمتر اصولاً جزء استثناءایی و در یک شرایط مشکل انجام وظیفه می کنند. بنده دلیلی نمی بینم که یک ایرانی با اونیفرم در مقابل یک ایرانی بدون اونیفرم جبهه بگیره. ارتش در مرحله اول برای دفاع از حدود و ثغور کشور پیریزی شده و فلسفه موجودیت این ارتش همین است و بس. در موارد استثنایی که یک از اون موارد همین روزهایی که ما میگذرانیم، استفاده از ارتش به معنای و منظور کمک به قوای پلیس و ژاندارم. و باز بنده تکرار میکنم که قوای پلیس ما که واقعا از خودگذشتگی میکنه و نسبت به پلیس اصولا ما قضاوت غیر عادلانه میکنیم، باعث این دولت در شرایط زندگی پلیس واقعا یک دقت بیشتر و یک امعان نظری بکنه که به یک صورت بهتری زندگی اینها تأمین بشه. پس ارتش علاوه بر خدمتی که به مملکت از لحاظ استقلال و تمامیت در مواقع لازم به جا خواهد آورد، یک قسم سیمان وحدت این مملکته. چون این افراد مملکت هستند که می روند و بر می گردند و دوباره گاهی در لباسند گاهی در غیر لباس نظامی. این افراد مجموعشون یک وحدتی ما بین طبقات مختلف مملکت ایجاد میکنه که این وحدت را بایستی که این وحدت ملی را بایستی اگر شما بهش علاقه‌مند هستید احترام به ارتش را هم جزء معتقدات خودتون حساب کنید. بدون اینکه یک ارتشی ما داشته باشیم که در مواقع لزوم به ما کمک بکنه چنان که همیشه کرده و به دلیل اینکه فلان امیر یا فلان افسر از حدود و ثغور قانونی خودش تجاوز کرده، مگه غیر نظامیان نکردن در این مملکت؟ به مراتب بیشتر کردن. ایران نبایستی که ما بهانه قرار بدیم و روحیه ارتش را تضعیف بکنیم. بنده چون وقت آقایون و خود چاکر نیز محدوده، نمیخوام بیشتر از این عرض کنم. فقط و فقط امیدوارم که با قدرت ایمان و با اون حالتی که در هر ایرانی بایستی در شرایط دشوار امروزه پیدا بشه، کمک به من بکنید. استمداد از همه شما آقایون محترم، خانم ها و از تمام ملت ایران دارم تا شاید بتوانم این وظیفه‌ای که قبول کردم و گریزان از اون انجام آن هم نیستم، در هر شرطی و در هر مرحله‌ای که باشه به یک موفقیت حتی نسبی برسانم. من آرزویی را دارم که نخست وزیر آینده شما هر که هست یک مملکتی آرام، شکوفان و یک پارلمانی قوی و یک دولت دموکرات و یک برنامه‌های مترقی به این مملکت عرضه بدارید. اون چرا که من میتوانم به شما اطمینان بدهم که اگر اشتباهی کرده یا بکنم روی یک موضوع پافشاری میکنم و اون استقلال و تمامیت و رفاه و پیشرفت و سربلندی ایران است و هیچ چیز دیگه در نظر شخصا ندارم.